بزنم ولی با منطق آره. حرفام خط به خطش دلیل داره. رو هوا حرف نمیزنم، اسکی نمیرم، هیت نمیدم، بعد شما رو نمیگم. من آرمیم ولی یه ایرانیم، وطن فروش نیستم، دنبال شادیم. تو مهراد و دوست داری، من BTS رو. چرا ماجرا رو کشیدی به فن اکسو؟ وقتش جمع کنیم هممونیم بچه بازی ها رو، این هیت دادن ها رو، فن وارسازی ها رو. بذار جواب تو بدم، گفتی اینا کیان؟ سرچ کن، بزرگترین فندوم جهانی هن. فناش میلیونی هن، اونا ابدی هن، واسه 7 پادشاشون جونشونم میدن. ما گرمی رو بردیم که جهانیه، اون وقت استوری کردی BTS کیه؟ بابا بیخیال، تکل واسه رپ ایران. گفتیم اول فنات بعدش ماها کوتا میان. فنات میگن همه یه ما زیر 14 سالی، من 18 سالم، به خوب و رسه صدامو داری. با رپ دفاع میکنم از لیدرمون، فوش نمیدم درست مثل کیم نامجون. نامجون اسطورمه، شاه رپ آره، واسه هر تارگتی یه دلیلی داره. ارتش آرمی صف پشت BTS ادامه بدی، پایان بدی برات داره. بس دیگه تمومش میکنم. فقط ناموسن پاشیم بریم 3-4 تا از کنسرت های ما رو ببینیم، جمعیت رو ببینید، صدای ارتش آرمی رو بشنوید، ما رو به چالش دعوت کنیم. ما درگیر گرمی شدیم، وقتی چالش با شما رو نداریم حاجی. شما وقتتون آزاد. یالا گود بای.